در زمان دور شخصی شکایتی از یکی از نزدیکان حاکم نزد او برد. حاکم دانست که حق با اوست، گفت اشکالی ندارد، به اصفهان برو، اینجا نمان. مرد گفت اصفهان در اختیار برادرزاده تان است. گفت پس به شیراز برو. گفت شیراز هم در اختیار خواهرزاده شماست. گفت به تبریز برو. گفت آنجا هم دست نوه تان است. حاکم عصبانی شد و فریاد زد چه کنم؟ پس به جهنم برو. مرد گفت متاسفانه آنجا هم مرحوم پدرتان حضور دارد. ناکس تو فقط مونده بود کوروکی بکشی که از حاجی رئیسی و قالیباف و حاجی روحانی و مقام عظما تا خود امام برسه، ولی من هیچی بهت نمیگم. میخواین همچی غافلگیر بشم که از تعجب دهنم باز بمونه و بسته نشه؟ نه بدبختیامو بیشتر از این حرف هست که بخوام اینجا درگیر بشم. برو سر سوالای جمعه رسا. آیه دکتر، آنالیز شرایط بسیار بحرانی نظام تو پنهی استراتژیک نشون میده صبر کن ناکس، من اعصاب ندارم ها. از این افعال جلو من نه. یه آنالیز همین آنالیز اگه معنیشو بگی همینجا برات کله بلق میزنم، کله رو میذارم رو میز، پا رو میکنم هوا که به طور شماتیک وضعیت نظامم نشون داده باشم. آیه دکتر معنیش؟ من به معنیش کاری ندارم، من واسه قشنگیش گفتم. پس ضمن عذرخواهی از این افه کشکی که اومدم از شما میخوام که به عنوان اولین سوال همین معنی آنالیز رو توضیح بدید که بعد وارد بحث بشیم. معنیشه؟ خجالت بکش ناکس، اینجا جای هر بحثی نیست ها. خجالت بکش، برو سر سوالا. بله اصلا از این جاده پردستانداز خارج بشیم. بررسی تحولات اخیر نشون میده که مقام عظمای ولایت برای خروج از بنبست و بدبختی و بیچارگی فعلی فقط یک راهبرد عمده داره و باید در پیش بگیره. سبکو میرم کلاج میگی اول که قیش قیش نکنه، بعد آروم آروم در گوشم بگوید راه حل چیه، چون ما هرچی دنبالش گشتیم پیداش نکردیم. من امیدوارم نمایید شما بتونین برام توضیح بدین. من اگه خودم بلد بودم که میشستم جای شما. چی همه رو برق میگیره بالا جرقه پتو. ناکس تو سوالشو نمیتونی بکنی، از من میخوای جوابشو بدم. من رو همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم بله، میفهمودن که مشنگی را پیش دکتر دید ویزیتش گرونه، گفت اگه تخفیف میدی بگم کجا درد میکنه، وگرنه خودت بگم پیداش کن. من روشن شد یا بفرستم یه دکتری برات پیدا کنه کجا درد میکنه. اینطور من ضمن حفظ حق دفاع تو آخر برنامه میرم سر سوال بعدی در مورد مذاکره. الان که اسم مذاکره و بحث مذاکره نظام و تیکه پاره کرده، اگه فردا بخواد راستی مذاکره انجام بشه چه بلایی سرم میاد؟ میل داشتم یه کمی برامون توضیح بدین آقای دکتر. ناکس اینجا چرا کبابیه؟ یا من شبیه گارسونام که هرچی میل داشته باشی واسه باید بیاری؟ یه قرون خرجمون نکردی، میلم داری. طرف سوار تاکسی شد، به راننده گفت نظر راجع به انتخابات چیه؟ گفت با 1000 تومان کرایه فقط نظرم راجع به ترافیک بهت میگم، اونم ترافیک همین کوچه‌ای که توش هستیم. بله دکتر، من که از خودم نمیپرسم، موضوع وحشت بسیجیاست. قوقایی شده، وارد قماری شدیم که بردش از باخت قبلی بدتره، باختش دیگه واویلاست. بالاخره موضوع نظام موضعش در مورد انتخابات چی است آقای دکتر؟ اگه استراتژی بودی اصلا سر این بحث رو باز نمی‌کردی. هر چی بگم خب همه میفهمن که نظام به چه بدبختی افتاده، که انتخابات یک کشور دیگه اون بر دنیا براش داغ‌تر از انتخابات خودش شده. دکتر کاملا درست بگید. این چه بحث پرتی است که شما وارد شدین؟ همه که سر بحث باز بشه باید بگین اگه این ببره چی میشه، اون ببره چی میشه، که 4 تا بسیجی که تا الان دلشون خوش نگه داشتیم میریزن. از این بدتر سر حرف مردم باز میشه که دوباره بگن وضع با این که این بیاد یا اون بیاد درست نمیشه، باید یکی بره این وسط تا وضع درست بشه. اون وقت خر بیاره باقالی بار کن که اون طرف که باید بره چیه. آقای دکتر شما چه استراتژی سیاسی که اولا وارد این بحث شدید، ثانیا اونو رسوندین به این نقل و قول خطرناک که مقام عظما باید بره تا بعد درست بشه. صاحب اینجا دندونای مقام عظما ریخته ها، دندونای من نریخته که اینطوری گستاخی میکنی. فعلا یه بار روشنت کنم تا بعد ببینیم که چی بشه. دکتر خواهش میکنم به تفاوت نقد و حد که حرمت توجه داشته باشین و همینطور به تفاوت روشن کردن معمول با ضربه دنده شکن. به مقام عظما کنایه میزنی تو ناکس که گفت حد که حرمت روحانی رو کسی نکنه؟ کنایه نمیزنم، واقعا سوالمه که یعنی مقام عظما بعد از 8 ماه از قرنطینه اومد بیرون که همین حرفا بزنه؟
یه نفر از دور برای خودش هم گوش نکردن آقای دکتر. وقتی پشمی به کلاه نمونده باشه حرفا رو هم کسی به گوش نمیگیره. کلاه مگه ایشون هم کلاهی شده؟ نه منظورم همون عمامه است دیگه، پشمی به عمامه نمونده. فهمیدم، مثل مادر بزرگ خودم. مگه مادر بزرگ تو هم عمامه داشت؟ نه خیر ولی آخر عمری ضعیف شده بود. خدا بیامرز خیلی حرفای عمیق و نغزی میزد. چی میگم مثلا؟ کسی نمیدونه، چون دندون نداشت کسی نمیفهمید. یکی رو صاف زدی وسط خال. از بیدندونی عظماست که نمیتونه 4 تا تهدید درست حسابی در خور ترس نظام از آبان تیره و تار و چشم اندازاش بکنه. ذوالنور ناکس با اون عمامه کجش گفت به خاطر عظما باشه، ولی ما که حرف بدی نزدیم. تازه هیشین یعنی همون هوش، یعنی حسین شریعت مداری گفت تقصیر خود روحانیه که به ما فوش میده، ما باید که حرمت میکنیم. ولی بافت چوق به دست هم گفت از این به بعد حرفمون رو تو دلمون میزنه. خلاصه بهت بگم هر کدومشون واسه اینکه بازم هم حد که حرمت رو بکنن حرفای عظمون رو یه طرف شروع کردن به کشیدن. ظاهرش احترامش رو نگه داشتن، باطنش زدن زایش کردن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زبادو عرض میکردن بله، میفهمودن تو مراسم تشییع طرف بچه‌هاش گفتن مرحوم وصیت کرده سیاه نپوشیم واسه من. یکی از تو جمعیت داد زد ما به احترامش میپوشیم. مرحوم غلط کرده با 7 جهت آبادش واسه ما مشخص کنه چی بپوشیم چی نپوشیم. چی از نظام مونده که حالا هر کی هم از یه طرف میکشه؟ آره دیگه، جیب پاره و این همه جیب برد، یه تیکه استخون و این همه لاشخور. آی دکتر این رئیسی هم گیج شده؟ چی شده؟ اول خود نظام نیرو انتظامی میفرسته که شاخشونه بکشه، بعد رئیسی میاد محکوم میکنه، بعد خودش به خودش میگه که غلط نکن، از نیروی انتظامی دفاع میکنه. گیجه یا خرفت شده. اتفاقا رئیسی بیشترین قوت قلب رو به مقام عظما میده. چطور مگه؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن به زبادو عرض میکردن بله، میفرمودن مشنگه به بچهش نصیحت میکرد واسه اینکه از خودت ناامید نشی همیشه یه چند تا رفیق گیجتر از خودت داشته باش. جواب سوالمو نگرفتم. دندون جگر بذاری اونم میگیری. رئیسی بین همون 2 تا دیواری گیر کرده که خود عظما از خیلی وقت پیش صحبتشو میکرد. هم باید هارت و پورت کنه، همین که اگه بپکه تو صورتش بعد جوری ازش میترسه. منظورتون همون کابوس و آبان تلخه؟ آره دیگه، میشه بذاری من هر جا لازمه منظور خودم با خودم بگم، لازم نکرده تو جلو حرفا رو لو بدی. ناکس. آخه حاجی رئیسی گفت حقوق مردم ولی اصلا بهش نمیاد از این حرفا بزنه. خب آره دیگه، من مسخره بازی زیاد دیدم ولی این یکی دیگه معرکه بود. یه چیزی گفت که هم خودش تو قافیه‌اش بود هم نظام و گیر انداخت. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن به زبادو عرض میکردن بله، میفهمودن که به مشنگه گفتن از کدوم شهر بیشتر خوشت میاد؟ گفت قسطنطنیه. گفتن خب همین رو که گفتی بنویس. گفت غلط کردم رو. آیا دکتر شما یعنی به این زبون دیپلماتیک میخواین بگین که مقام عظما غلط کرده؟ اسم دیپلماتیک نه، من با آخه این دیپلماتیک حرفی که شما میگیرم میزنی یعنی مقام عظما بفرستی زندان. غلط کرده.